یک مسافر اومده است یک جا بعد بچه‌ها بازی داشتن گفته است یادش گفته است بچه‌ام خونه من در کجای گفتای بابا من تو رو نمیشناسم یک جا میدونم خونه در کجای گفته است شما مهمون خونه نداره آدمای قدیم ببینید شما مهمون خونه نداره آخه من مهمونم خونم کجا ده ایلا واسهگی شبینه ای کجا ای گپو دیگه ای سبحان الله حالا مسلمان باید عادتش می باشه خدا رحمت کنه شیخ سعدی را میگه یک روبه دید به دست پای فرو ماند در لطف سمع خدای که چون زندگانی به سر میبرد بعد این دست پای از کجا میخرد یک شیخ یک روبه هم میبینه روبه قدرت خدا دست پا نداره میگه فربیه که توزه اخی حیران میشوه که اخی این چخیل خراک بیفته باشه و این حیوانی درنده ای که ندوه و سید شکر نکنه هیگه جو میخورده باشه در همین فکر غرقه شده است میگه انا در این بود درویش شوری درنگ که شیر بر آمد غزال بچنگ غزال نگونبخت رو شیر خورد بیماندان چه روبه از آن سیر خورد تماشا کردسته که نخواستید که یک شیر یک آهو را شکار کرده است کشیده به تای درخت آورد مایده کرده خورده شد خیش کنبکش سیر شد پرتوف رفت همین روباهی به دست پا همین شکمولک گوک کشیده اومد تهمونده شیر ازش شکمبکش سیر شد نگه دوره که ای بچه گو این سلوچای نشید اخی هر روز شیر آهو نمیاره که بخره که به یه روزه که دیگه بیستم چی میشوه دیگر روز باز اتفاق افتاد که روزی رسان قوت یومش بداد در قصه اومده است میگه یه روز دیگه یک شکارچی یا پرنده را میزنه قدرت خدا پرنده میاد پیش همون روباه میغلطه و روباه میزنه شکم بش سیر ای دیده است که بچه یا بر سلوچای نمیشوه یا لکه این سیستمش یقین مرد رو دیده بیننده کرد شد و تکیه بر آفریننده کرد ای بچه گفت پروردگاره که رزق روزی یا روباهی لنگی بپوره میته نخو من بنده خدا با شما همین رزق روزی برام قدر نگردونه محیا نکنه رفت یا مسجد درست کشید گفت هم پروردگار خلقم کرده از خودش میارم میخرونم گریبان فرو برد چند بجایب که بخشنده روزی رساند ز غیب نه بیگانه تیمور خوردش نه دوست چه چنگش رگ و استخوان ماند پوست سه شبانه روز در مسجد میسته قدرت خدا نه یا شناس و نه یا بیگانه یا تکنونش نمیارن قاق زده است میگه همین رنگی یا اسباب موسیقی است چنگ میگن دیدهش همین فقط سکله داره و چهار تا تور هیچی دیگه نداره دروش خولی های چه صبرش نماند از ضعیفی و هوش این گشنگی بسیار از بینایی مرگزیده را خوب میبره و گشنه را نه دیگه به تو قصد شد روزی سیم که قصدی بر اومدن کرد چه صبرش نماند از ضعیفی و هوش زی دیواری محرابش آمد به گوش بیرو شیری درنده باشه دغل مینداز خود را چرو باهی شل همین وقت میگه این محراب یا آواز در گوشش اومد که او خونه سوخته واقعه را دیدی او میمری این شیر عبرت بگیری تو چی پوتا با پو یک روبای شل درست کردی چه مردم بر رنج روحت رسون مخنس خرد دست رنجی کسان او دیدی که شیر شکار کرد آورد خورد تهمونده شبای یک مخلوقه که دیگه گریف خورد انا میتونم تا مرد شا غیرت که خودت بخو تهمونده تو با یک کس برسه همه هر کس رزق روزی خشم میخوره نه که هم رزق روزی را بیان در سری دسترخوان تو بخوان این کم دولت های کسی نیک باشد به هر دسترای که نیکی رساند به خلق خدای همه اطعام هم کاری جوان مردو های بچه ها در روسیه بسیار انوخی میدونید میبینید همون روسایی که در روسیه زندگی میکنن هم یک کاری توجیکو همش اقرارن قایلن تصدیق میکنن که حقیقتا مردمی بانمکن گستی پریم نی نرود میگن باور کنه یا تشخیصه کرد گفت همین 91 ده زندگی میکرد از زمانوی همین یا وقتو الحمدلله همین اوشینه ها رو هم تریو سر رشیده بود میگه یک سحر فیرودم کردن که کلی است پوسکایسا شوم دیلا گفتن اوشینه ها اومدم میگه زدم بچه همین تمامی نوش نعمت هست یخی و پرسیدم میگه سکول کسی میدیا که گفتن هی فی سبیل الله ای خلیه
با روز دیگه کلی از پوسکایسا میگم من حیران میشم که اوخی یک خونم دو مهمون میوید ابور خوندن نمیتونم این مردم اگه جا میورده باشم من گفتم کسی در راه خدا اگر همی سعی کرد خدا من رزق روزش خودش مهیا میکنه خدا که نه تا اگه جا میکنه او خیر و خیر همین در دست یک گلک اگر یک پیازی کونی باشه بوده که به عقل کوی دستش بگی گریه و چوغوک میکشه نگه یا سیوه که یا اپلسین بگی دروزش که خودش پیاز دنگل میتاو همون سیوه میگیره من همین اطعامم در مقابل اون نعمت و رزق روزی که خدا میته میشینم پیاز در مقابل سیوه کسی که اطعام میکنه کسی جوان مرده کسی همت داره انشالله سربلندی هر عالم خدای تعالی بروش نصیب میگردونه همین مسلمان باید جوان مرد باشه باید به غیرت باشه باید به همت باشه حضرت ابوذر غفاری بسیار کمبغل بود بوره وقت صفتی همین مردای با سخور از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنید گفت یا رسول الله من ندارم چخیل کنم خیلی با فرزندای خدمت طعام مهیا میکنم حضرت گفت یا ابوذر اذا طبخت مرقه فاکثر ماءها و تعاح جیرانک یا ابوذر گفت وقتی در خونه خوراک پختی اوش زیادتر کن اگه او زیاد چید مزه کمتر میشه وکو لیکن به هر وجه صورت با هم همسایت یکون کسه گویی کن اینه ترم در قطوری هم داخل میشه انا کاری خیر باید در بین مسلمان ها باشه ای باشه بای بغنه گلوبالیزاسیون اخیر کار با درجه میگه که ما را میگفتن میخندیدیم که پدر خونه بچهش میرفته است در اروپا بوتربرودش قطیش میبوده اون بچهش یا یک کافش میورده است یا چای ای زیاد نمیورده است کاری خدای اگر به شرطی که همین سنت پیامبر ای بای مگم شوه اخیر هم بلو در سری ما را میآید و صلوا و الناس نیام سوم توصیه که پیامبر صلی الله علیه و سلم کرد گفت به شب نماز بخونه در حالی که مردم خواب هستند خشاب حال جوان مردگی شب خیزه شب زنده بگذار شب زنده دار هم نباشه اما قبل از دمیدن صبح صادق میخیزه و لا اقل در رکعت نماز تهجد به خاطر الله میخونه اصلا سنتش کو 8 خشاب حال کسی که 8 میخونه لیکن همین لا اقل همین در رکعت نماز بخونه با خدا قسم از همین تمام اینوش نعمت دنیا و تمام همین کیف صفای دنیا را بالاتر و بالاتر بسیار نعمتی بزرگی حضرت صلی الله علیه و سلم صحابه را تاکید کرد در شخصیت صحابه همه ما و شما را حضرت گفت علیکم بقیام لیل بر شما بود قیام شب فانه دأب الصالحین قبلکم زیرا این عادت مردای صالح پیش از شما بود در تاریخ بشریت هیچ پیغمبری هیچ اولیای هیچ بزرگ خدای هیچ عالم حقیقی نگذشته است که قیام شب نداشته باشه تصور کرده نمیشه که مسلمان حقیقی باشه و قیام شب نداشته باشه فانه قربة الی ربکم و تکفیر للسیئات و منهاة للإثم زیرا همین قیام شب سبب قریب شدن تو به سوی پروردگار میشود با واسطه همین قیام شب خدای تعالی گناههای شما را کفارت میکنه امر میکنه که همون گناههای صغیره را هم محو کنی ای نامه اعمالی بنده الله اکبر شب خیز که عاشقان با شب راست کنند گردی در بام دوست پرواز کنند هر جا که بود در با شب در بندند الا دری دوست کن به شب باز کنند حضرت میگه ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلة الى السماء دنیا حین یبقى ثلث لیل الاخر هر شب در قسمت آخری شب این حدیثی متفق علیه رحمت خدا مغفرت خدا عطای خدا نعمت خدا نزول میکنه میگه با آسمان دنیا تا دمیدن صبح صادق ندا میشوه من یدعونی فاستجیب له و من یسألونی فاعطیه و من یستغفرونی فاغفر له خداوند میگه ندا میکرده است هر کسی دعا کنه دعاش اجابت میکنم هر کسی از من چیزی طلب کنه مرادش حاصل میکنم هر کسی اگر به شرط طلب آمرزش گناه کنه گناهاش محو میکنم
همین هم مشکلات در سرمون بیا 100 کس زنگ میزنیم 100 مرد و مرد درش بریم میکوبیم. اوه خدا طلب کن